برای برداشت توکن های راکی رابیت وارد بازی میشیم. اینجا خودش رو گزینه کیف پول باز شده برای من. رو همین توکن ها من کلیک میکنم، توکن های راکی رابیت، و اینجا گزینه کلیم رو باید بزنم. اگه شما بیاید اینجا کلیم رو انتخاب کنید یه خطایی به شما میده که شما باید حتما بازی کنید تا وارد شرایط بشید. برای بازی کردن همون شرط بندی شما باید یه مقدار توکن راکی رابیت داشته باشید. میایم به قسمت وظایف. اینجا یه سری مأموریت هستش که حالا من اینا رو انجام دادم یه چند دقیقه قبل. شما میاد این مأموریت ها رو باز میکنید. اینجا مثلا خواسته که وارد توییتر بشید. میگه وارد شدید، برمیگردید وارد بازی میشید دوباره و اینجا بررسی رو میزنید که براتون مینویسه در حال بررسی، مثل این گزینه. بازی رو میبندید، یه چند دقیقه صبر میکنید بعد از اینکه همین مأموریت رو انجام دادید و نوشت در حال بررسی. بازی رو که بستید چند دقیقه صبر میکنید، دوباره وارد بازی میشید و اینجا میاید دوباره بررسی رو برای اینو میزنید تا یه مقدار توکن راکی رابیت به دست بیارید. بعد از اینکه یه تعدادی توکن به دست آوردید، مثلا اینجا حدود 5-6 هزار تا خواهد شد، از پایین صفحه این علامت دسته رو میزنید و اینجا باید شرط بندی کنید. اینجا میبینید که توکن های راکی رابیت انتخاب شده توی این کادر و اینجا باید تعداد رو بزنید. اگه این کادر براتون خاموش بود به خاطر این تایمری که این بالا هستش، شما صبر میکنید این تایمر بیاد و بتونید اینجا تعداد رو وارد کنید. چیز خاصی نیستش اگه این کادر براتون خاموش بود. خب حالا من یه مقداری اینجا وارد میکنم ببینم با 2000 تا انجام میشه یا نه، چون باید یه حداقلی رو ما اینجا رعایت کنیم. حالا بالا یا پایین فرق نمیکنه، یکیشو انتخاب میکنیم. اینجا میبینید که خطا داد که حداقل رو ما رعایت نکردیم. خب من حالا مثلا 4000 تا رو میزنم ببینم با 4000 تا انجام میشه یا نه. خب بله، با حالا 4000 تا انجام شد، شاید با 3000 تا هم بشه، نمیدونم. خب من پس یه بار شرط بندی انجام دادم با 4000 تا توکن. برمیگردم وارد همین کیف پول میشم. اینجا گزینه راکی رابیت رو میزنم و حالا میام روی کلم کلیک میکنم. میبینیم که توکن های من آزاد شدش. دوباره روی کیف پول این پایین صفحه ضربه میزنم، برداشت رو انتخاب میکنم، رو همین گزینه راکی رابیت ضربه میزنم. تو کیف پولی هستش که من از قبل وارد کردم و توکن های من به این کیف پول واریز خواهد شد. موجودی من هنوز اضافه نشده. من یه بارگذاری میزنم. بله، موجودی من اضافه شد و حالا میتونم توکن ها رو برداشت کنم. اینجا ببینید ما بیایم اگه روی حد اکثر ضربه بزنیم کل توکن های ما انتخاب میشه. ممکنه خطا بده به شما و نتونید برداشت کنید. من میام یه مقدار کمترش انتخاب میکنم، مثلا الان 1,081,000 تاست، من میام 1,080,000 تا رو دستی تایپ میکنم و سعی میکنم که اینا رو برداشت کنم. بعد میام روی گزینه ارسال کد ضربه میزنم، یه کد برای من فرستاده میشه توی همون ربات راکی رابیت. میبینید که کدم برای من اومد و من اینو کپی میکنم و برمیگردم به ربات، کد رو وارد میکنم و تایید برداشت رو میزنم. دیگه حالا صبر میکنم که توکن ها به والت من واریز بشه. خب یه نکته هم بگم، من فراموش کرده بودم. اگه قصد دارید کیف پول خودتون رو تغییر بدید، تو همین پایین صفحه که کیف پول انتخاب کنید و بیاید این پایین تر، میبینید که آدرس والت ما اینجا نوشته شده. اگه شما روی این ضرب در کلیک کنید این کیف پول شما، والت شما قطع میشه و میتونید به والت جدیدی وصل کنید و برداشتتون رو به همون والت انجام بدید.